سلام، به کانال شبهای خوب خوش اومدی. امشب قراره دو تا داستان از سری داستانهای شاه عباس رو براتون تعریف کنم به نامهای شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. ماجرایی که باعث ساختن کاروانهای شاه عباس شد. دومین داستان هم به نام دزدان خطرناک که عاقبت خوبی پیدا کردند. امیدوارم که به شنیدن داستان دوم نرسی و یه خواب راحتی رو تجربه کنی. پس در بهترین و راحترین حالت ممکن برای خوابیدن قرار بگیر و گوش دلت رو بسپار به صدای من تا این دوتا داستان رو بشنوی. اولین داستان، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. ماجرایی که باعث ساختن کاروانهای شاه عباس شد. شاه عباس گاهی هوس شکار می کرد. این عمل با تشریفات مفصل برگزار می شد و چادرهای مخصوص در خواهای مناسب بود بر پا می نمودند و همراه شاه عده‌ای رفتند که عبارت بودند از میر شکار و رئیس تشریفات شکارگاه، یوزبان و بازبان و سگارباشی و غیره. این افراد با عده‌ای از سوارکاران چابک و زرنگ همراه شاه حرکت می نمودند و بعضی اوقات که می بایستی شکار را زنده دستگیر نماییم، به محض دیدن شکار سوارکاران از چهار طرف به وسیله سگ‌های شکاری اطراف شکار را دایره وار محاصره می‌کردند و کم کم دایره را تنگ نموده و به وسیله کمند یا تورهای بزرگ شکار را زنده دستگیر می‌کردند و گاهی اوقات شکار زنده از خط محاصره فرار می کرد و رسم چنین بود: شکار از نزدیک هر یک از سوارکاران فرار کرد یا از روی سر آنها پرید، آن سوارکار باید شکار را انقدر تعقیب می کند تا شکار خسته شده و دویدن بایستد. آنگاه او را زنده گرفته و به شکارگاه بیاورد و چنانچه شکار نزدیک کوه می رسید یا به جاهایی که اسب نتواند برود، در این موقع سوارکار حق داشت شکار را به وسیله تیر بزند تا از دست نرود. در یکی از این روزها که شاه دستور شکار رفتن را داد، چون به شکارگاه رسیدن پس از استراحت اسبها را سوار شده و به محلی که ممکن بود شکار باشد حرکت نمودند. از دور دو آهوی قشنگ نظر شاه را جلب کرد. دستور فرمود باید شکارها زنده دستگیر شوند. سواران هر یک به طرفی رفتند و دایره محاصره را تشکیل دادند و کم کم دایره را تنگ که ناگهان یکی از آهوها از روی سر شاه پرید و به بیابان فرار کرد. شاه عباس دنبال شکار اسب راند و بقیه سوارکاران سرگرم گرفتن آن یکی آهو بودند و متوجه نشدند شاه به کدام طرف رفت تا عقب او برود. خلاصه شاه عباس با شتاب هرچه تمامتر به تعقیب شکار پرداخت و بعداً متوجه راه نبود و توجه به تاریک شدن هوا نداشت. شکار هم به دره رسید و در پناه سنگ‌های بزرگ از چشم شاه در رفت. شاه باز ول کنه شکار نبوده و به این طرف و اون طرف اسب تاخت تا شاید شکار را پیدا کند
ناگهان متوجه شد که هوا کم کم دارد تاریک می و راهی که آمده بود گم شده و نمیدانست به کدام طرف برود تا به چادرها برسد. از طرفی هوا هم رو به سردی می رفت. شاه را وحشت گرفت چون یکی و تنها در میان کوههای بلند و کوتاه محاصره شده و نمیدانست چه کند. اسب را به اختیار خود گذاشت تا به هر طرف مایل است برود. آن حیوان زبان بسته هم راه به جایی نبرد. در این موقع هوا کاملا تاریک و ابداً آبادی معلوم نمیشد. شاه روی اسب که بود دهنه او را کشید و اسب ایستاد. شاه به اطراف نظر نمود. همه جا تاریک بود ولی صدای سعی از همان نزدیک به گوش می رسید. شاه با خود گفت حتما آبادی است که صدای سگ به گوش می رسد. بنابراین خوب دقت نمود تا بفهمد صدا از کدام طرف به گوش می رسد. خلاصه امید به خداوند نمود و به همان طرف که گمان می برد صدا از آن طرف به گوش می رسد حرکت نمود. مقداری راه رفت و از خم کوه گذشت. از دور شعله آتشی به نظر می رسید که در کمره کوه روبرو می سوخت. خوشحال شد و به طرف همان شعله آتش که می سوخت حرکت نمود و کم کم رفت تا نزدیک آتش رسید. ناگاه سگ جلو آمد و حمله نمود ولی چون شاه سوار بر اسب بود سگ نمی توانست گزندی به او برسد. اسب هم لگد میزد و سگ می ترسید ولی باز جلوی اسب می آمد و دم به دم حمله می کرد و صدا می کرد. صاحب کلبه که آتش را برافروخته بود صدا بلند نمود و گفت کیستی؟ مواظب باش سگ تو را نگیرد. شاه جواب داد سوار بر اسب هستم و راه را گم کردم. محبتی بنا سگ را بگیر تا من بتوانم از اسب پایین بیام. صاحب اسم سگ را برده و او را صدا زد. سگ نزد صاحبش رفت و صاحب گردنبند سگ را گرفت. شاه نزدیک رسید و از او اسب پایین اومد و به صاحب کلوه که پیرزنی بود احوال پرسی نمود و بعد گفت من راه را گم کردم و از شکارگاه به دور افتادم. به این علت از دور آتش بر فروخته تو را دیدم و خوشحال شدم و به اینجا آمدم. شما بایستی یک امشب را به من جا بدهی تا صبح شود و شکارگاه را پیدا نمایم. پیرزن گفت قدم شما روی چشم من. بفرمایید داخل کلبه و اسب خودتان را لب این آخور ببندید. خلاصه شاه عباس اسب را بسته و داخل کلبه سیاه پر از دود شد. پیرزن سگ را رها نمود و به او فرمان مهمان است. سگ هم دیگر صدای نکرده و در همان اطراف به پاسداری مشغول شد. شاه رو به پیرزن نمود و گفت تو در این محل تنها زندگی می کنی؟ پیرزن پاسخ داد خیر، تنها نیستم. پسری دارم روزها هیزم جمع میکنه و موقعی 2-3 بار جمع شود آنها را به آبادی های اطراف میبرد و میفروشد. آرد و مایجات گرفته میبرد و صبح زود رفته و هنوز باز نگشته. من هم چیزی در کلبه به غیر از مقدار شلغم نداشتم.
همان را پختم و تا چند دقیقه دیگه آماده خوردن می شود. شاه پرسید آرد یا نان پخته نداری؟ پیرزن پاسخ داد ندارم و اگه داشتم وظیفه من بود جهت مهمان بیاوری. شاه گفت مانعی نیست. آیا در نزدیکی ها آباده هست که بتوانیم غذا بخریم؟ پیرزن گفت آبادی هست ولی هر کدام 3 الی 4 فرسنگ فاصله از تا این محل دارند. شاه چاره جز صبر نداشت و کم کم گرسنگی او را رنج میداد. شلغم ها پخته شد. پیرزن دیگه شلغم را جلوی شاه گذاشت. بوی متعوب آنها در آن هوای سرد کوهستانی هم در محلی که نان گیر نمی آمد خیلی لذت بخش بود. شاه با اشتهای فراوان از این شلغم خورد و گفت تا کنون غذای چنین لذت بخشی نخوردم. شاه چون خسته و کوفته راه بود به پیرزن گفت آیا بالا پوش و رخت و خوابی داری تا بخوابم؟ پیرزن گفت ما مردمانی فقیریم و درآمدی نداریم تا بتوانیم رخت و خواب تهیه نماییم و اما یک چادر دارم. شما می توانید با همان چادر شب سر تنور که جای گرم هست بخوابید. خدا رو گواه است. خیلی خجالت می کشم ولی می دانم چاره ای ندارم. در این محل دوردست چیزی وجود ندارد. شاه گفت اگر همین کلبه توی امشب نبود من از سرما تلف می شدم. پس همین کلبه سنگی از کاخهای شهر بهتر به درد من خورد در چنین شبی. خلاصه آن چادر شب پاره‌ای که بوی دود میداد شاه به خود پیچید و در بالای تندور که جای گرمی بود به خواب رفت و اتفاقا چون خسته و کوفته بود و به خواب لذت بخشی و عمیقی فرو رفت و تا موقع نماز صبح بیدار نگذشت و چون از خواب بیدار شد پس از خواندن نماز گفت خداوندا تو را سپاس می‌گزارم که من را بدین وسیله نجات دادی و این شعر معروف را خواند. شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. اتفاقا در همین احوال پسر پیرزن از کوله پشتی بزرگی به پشت داشت آمد. به مهمان ناخوانده سلام نمود و با کمال سادگی و ساده دلی گفت لابد چون نان نداشتیم برای شما سخت گذشت. مهمان گفت از قدیم گفتند مهمان هر که باشد در خانه هر چه باشد. اگر آرد یا نان نبود مادرت می آورد. خلاصه پسر کوله پشتی را از زمین گذاشت. مادرش سر آن را باز نمود و مقداری آرد و خمیر نمود و نان لواش پخت و جلوی مهمان گذاشت. شاه چون زیاد گرسنه بود آن نانها خیلی لذت بخش بود و چون سیر شد گفت هرگز در مدت عمرم چنین نانی با لذتی نخورده بودم. بعد روی به پسر نمود و گفت به این محل چه میگویند؟ آن پسر اسم آن کوه را برد. شاه یادداشت نمود و بعد پرسید تو میتوانی راهنمای من باشی تا شکارگاه را؟ پسر گفت اطاعت میشود، تا هر جا فرمایید میآیم. در همین گفتگو بودند که چند نفر از سوارکاران که دنبال شاه میگشتند به آن محل رسیدند و چون شاه را دیدند اظهار شادمانی نمودند. شاه عباس هم از دیدن خرسند شد و دستور داد تا آن پیرزن و پسرش را با اساسیه که دارند برداشته و همراه او به شکارگاه ببرند.
پیرزن ترسید و گفت اگر ما تقصیر نمونیم ما را ببخش. شاه گفت میدانیم مهمان شما کی بوده؟ پیرزن گفت نمیدانم. شاه گفت مهمان تو شاه عباس بود و حلال میخواهم تلافی آن مهم محبت شما را بنمایم. پیرزن گفت من عزت و سلامتی شما را میخوام. اگر اجازه بدین در همین کلبه محقر زندگانی نمونه و دعاگوی باشم. شاه گفت اگر همین کلبه سنگی نبود و آن شلغم لذت بخش و آن لب تنور گرم وجود نداشت من تلف می شدم و این وصف شما را به اصفهان میبرم و بایستی تلافی مهمان نوازی که نمونه ایم بنماییم و آن موقع اگه بخواهید باز میتوانید به همین محل بازگردید. پیرزن و پسر راضی شدند و همراه سواران شاه به راه افتادند. سگ هم به دنبال آنها آمد. شاه گفت همین سگ هم سهمی مهمی برای نجات من داشت. خلاصه شاهان پیرزن را در اصفهان خانه ها داد و پسرش را شغل مهمی داد و وسایل زندگانی و رفاه آنها را از همه حیث فراهم کرد. ضمناً شاه عباس دستور داد در همه راه‌های مملکتی حتی در کنار کوه‌ها و صحراهای بی‌آبی و علف هر 5 فرسنگ فاصله یک کاروان سرای سنگی یا آجری جهت مسافران و اشخاص که راه را گم می‌نمایند بسازند و در نزدیکی آن حوض انبار یا قنات آبی اعداد نمایند و در حال حاضر بیشتر کاروانسراها که به دستور شاه عباس همه راه‌ها ساخته شده هنوز پابرجاست و به آنها کاروانسرای شاه عباس میگویند. حالا بریم سراغ دومین داستان، ولی امیدوارم که خوابت برده باشه و این داستان رو نشنوی. دزدان خطرناکی که عاقبت خوبی پیدا کردند. طبق معمول شبهای پیش شاه عباس لباس درویشی به تن نمود و کلاه 12 شاه نمدی سفید که اشکاری مناسب حال در هر بخش آن با ابریشم مشکی دوخته شده و سنگ قیمتی که به آن سنگ قناعت می گفتند در جلوی آن کلاه نصب بود و به سر گذاشت و تبرزین را روی شانه گرفت و کشکول را پر از پلو خورش نمود و یاهو گویان قدم به خارج قصر نهاد و به طرف قبرستان عمومی حرکت کرد. در آن شب قبرستان خلوت بود، ولی در یکی از اتاقهای قبرستان نور چراغی به چشم می‌خورد، مثل آن بود که شخصی در اون اتاق است. شاه به طرف همان اتاق رفت و چشم به سوراخ درب نهاد. دید 2 نفر مرد قوی هیکل نشسته و مشغول خوردن شام هستند. شاه از دیدن آنها فهمید که گورگن و عمل قبرستان نیستند و شکل و هیکل آنها میرسند که آدم‌های خطرناکی هستند. شاه با خود هرچه برد و باد بایستی چند ساعتی با آن 2 نفر نشست تا فهمید شود چه کاره هستند. بنابراین اشاره به درب نمود. یکی از مردان گفت کی هستی و این وقت شب در قبرستان چه کار میکنی؟ شاه جواب داد درویش غریب هستم و میخوام در کنار شما این شب را به صبح آورم. آن دیگر مرد گفت درب را باز کن تا ببینم چه قسم درویشی هستی، از کجا آمده و به کجا میخواد برود.
خلاصه درب را باز نمودند. شاه قدم به درون اتاق گذاشت و گفت یا الله، مهمان دوست دارید؟ آن دو مرد گفتند درویش صفای قدم. آیا لقمه چرب و نرم همراه داری؟ درویش پاسخ داد بی هیچ نیستم. سپس کشکول پر از غذا را جلوی آن دو گذاشت و گفت میل نمایید. پلو اعلی سلطنیت. آنها قهقه مستانه زدند و گفتند به به، چه نصیب، چه قسمت پلو سلطنتی تا حالا نخورده بودیم و از صفای قدم درویش بخوریم تا ببینیم پلو سلطنتی چه مزه‌ای میده. مشغول خوردنش شدیم و تمام پلو و خورش که شورا خوردند و چون سیر شدند گفتند درویش از کجا آمده ای و به کجا می روی؟ وانگهی پلو سلطنتی کجا و تو کجا؟ درویش گفت از جلوی قصر رد می شدم، حق دوستی کشیدم. آشپز شاهی صدای من را شنید و به یکی از خدمه گفت تا مقداری پلو و خورش به من بده و چون ظرفی نداشتم آن را در کشکول من ریخت و کمی زیاد آمد. همانجا خوردم و بقیه قسمت شماها بود. آن دو گفتند بله، قسمت ما بود، در صورتی که اگر شاه عباس ما را بشناسد سایه ما را به تیر میزند و حتی راضی نیست یه لقمه از پلوهای او را بخوریم. شاه چون این سخنانی را شنید فهمید که آنها بایستی یا دوستانی خطرناک و یا جاسوس باشند. بنابراین با خود فکری نمود تا پی به هویت آنها ببرد و چنین سلاح داد که خود را به خواب بزند. سپس به آنها گفت رفقا، من چون راه زیادی آمدم خسته هستم و برای خواب روحم پرواز می نمایم. آن دو گفتند چه مانع دارد، بخواب و راحت باش. درویش خود را به خواب زد و خور و پف هم نمود. آن دو فکر کردند خواب رفته و برای آزمایش چند دفعه هم او را صدا زدند ولی درویش جوابی نداد. چون اطمینان حاصل نمودند که درویش خواب رفته شروع کردند با هم به سخنان گفتند. آن یکی گفت اگر این درویش هم دست ما می شد ما بهتر می توانستیم به خانه و مغازه ها دست بر بزنیم. چون درویش است آزادانه می توانیم سری به خانه ها و تجارت خانه ها مهم بزنیم و با ما را راهنمایی کند. آن دیگری جواب داد ما همین الان هم مال فراوانی به دست آوردیم که تا 7 پشت ها بخورند بس است. آن یکی باز گفت ما خودمان را به خزانه شاه باز بزنیم تا جواهراتی به دست آورده و بتوانیم سالیان دریاز با سرمایه کافی به تجارت مشغول شویم. باز رفیق دیگر گفت راستی اگر خدای نخواسته یک وقتی گرفتار داروغه شدیم نباید بگوییم اموال دزدی کجاست، حتی اگر سخت‌ترین شکنجه ها را به ما بدهند. رفیق دیگر گفت در این باره بایستی سوگند بخوریم. بعد در این موضوع با هم سوگندهای محکم خوردند. شاه تمام این گفتگوها را شنید و فهمید که این دو نفر از دوستان خطرناک هستند و بایستی با علم و حلم آنها را به تله انداخت و از این محل مخفی نمودن اشیا با خبر شد. در این وقت کم کم دست پای خود را حرکت میداد و از خواب بیدار شد و سلام علیک با رفقا نمود و گفت
خیلی وقت شد که خوابم. آنها گفتند نه درویش. از هر دری سخنی به میان آورد و در آخر از شغل خود اظهار ناراحتی نمود و گفت درآمدی ندارم و خسته شدم. چون این سخنان را به زبان آورد آن دو نفر جواب دادند اگر درآمدی نداری بیا با ما همدست شو. به اندکی زمانی مالی فراوان به چنگ میزنیم. درویش گفت شغل شماها چیست؟ آن دو کمی به هم نگاه نمودند و سپس گفتند اگه به کسی نگویی ما دو نفر دوست هستیم. درویش گفت در همچو عهد و زمان که شاه عباس به تمام آمورات خودش شخصا رسیدگی و دخالت می نماید شما چگونه دزدی می نمایی و گرفتار نمی شوید؟ آنها گفتند ما علمهایی داریم که هرگز گرفتار نمی شویم. درویش گفت آنها چه قسم علمهایی هست؟ یکی از آنها گفت من علمی دارم که محکمترین قفلها را به یک نظر باز می کنم و دربهای آهنی را هم در هم می شکنم. آن دیگری گفت من هم علمی دارم که سگها هر صدای بدهند من میفهمم و میتوانم با همان صدای سگ او را آرام کنم تا ساکت شود. به هر حال درویش تو بگوی ببینم آیا علمی داری که به درد ما بخورد؟ درویش گفت در سبیل من رموزی است که در موقع خطرها اگر آنها را تا بدهم خطر مرتفع می شود. آنها گفتند چنانچه درویش با ما همدست شوید دیگر هیچ مانعی در سر راه ما نیست و به اندکی مدت می توانیم به خزانه شاه دستبرد بزنیم. خلاصه همان شب عهد و پیمان بسته حرکت نموده و چون نزدیک خزر رسیدند سگ بنای صدا داد گذاشت. درویش سوال کرد آیا می توانی بگویی این سگ چه می گوید؟ دزد گفت این سگ صدا می دهد و می گوید دزدها آمدن خزانه را بزنند ولی صاحب خزینه همراه آناست. شاه فهمید ادعای این درست است و صدای سگ را می فهمد. درویش گفت اکنون صدا بده تا سگ آرام شود. دوست صدایی داد که سگ آرام گرفت. خلاصه رفتند در به خزینه رسیدند. آن یکی دوست که می توانست در را باز کند به راحتی در به خزینه را باز کرد و طلا و جواهر زیادی را از خزینه ربودند. در این حین که از خزینه بیرون آمدند ناگهان پاسداری جلوی آمد و گفت کیستید؟ درویش چون اسم شب را بلد بود بر زبان آورد و سبیل خود را جلوی پاسدار تکان. داروغه به احترام خم شد و گفت بفرمایید. شاه به زبان رمز و اشاره به داروغه فهموند که مخفیانه با گزمه پشت سر آنها بیایند. داروغه هم دستور را اطاعت کرد و مخفیانه پشت سر آنها راه افتادند. دزدان با درویش و تمام جواهراتی که از خزینه دزدیده بودند به طرف همان قبرستون رفتند و چون به قبرستان رسیدند سر یک از قبرها که سراب مانند بود برداشتند و داخل آن رفتند و چراغ را روشن نمودند. شادی جواهرات و اساسیه پرقیمت و پول و اشرفی که کرورها ارزش آنها بود در آن سراب مخفی نموده و نیز جواهرات و پولهایی که در خزینه ربوده بودند
آنها را نیز در همان سراب گذاشته بود و قرار گذاشتند. بیرون آمده و در همان اتاق به استراحت پرداخته و روز بعد نقشه کشیدند تا به یکی از شهرهای دودست رفته و تجارت نمایند. هر سه نفر قبول کرده و با کمال خوشحالی از سراب بیرون آمدند تا سنگ را روی سراب قرار بدهند و به اتاق بروند. به محض بیرون آمدن عده‌ای را دیدند که با اسلحه دور آنها را محاصره نمودند. دزدا روی به درویش نمودند و گفتند چرا معطلی و سبیل را تاب نمیدید؟ درویش جواب داد سبیل را تاب میدهم ولی اثری نمیکنه. داروغه به درویش ادای احترام نموده و دست دو نفر دزد دستبند زد و به وسیله گزمه‌های ماهر به زندان رفتند. شاه دستور داد بر عده گزمه‌های افزوده شده و خود داروغه هم از سراب مواظبت نموده تا صبح شود و چون روز شد شاه عباس آمد و دستور داد تا سنگ سراب را برداشتند و داخل آن زیر زمین رفته و میلیون ها جواهرات و اساسیه و اشرفیه هایی که دوست داد تجریز رو بوده مخفی نموده به خزینه انتقال دادند. شاه عباس دستور داد تا دزدها را بیاورند. آنها را به حضور آوردند. دزدها تا چشمشان به شاه عباس افتاد فهمیدند همان درویش است که سبیل را تاب میداد و پاسداران احترام می نمودند. بعد عجب گفتند ما حالا میفهمیم چه رمزی در سبیل شما بود که همه احترام می نمودند و اما بیچاره ها را به دام گرفتند. شاه عباس فرمود حیف نیست با این همه هنرهایی که در شما است حرفه خود را دزدی قرار داده اید؟ دوستان گفتند طمع ما را به این عمل کشاند. شاه گفت چون مهمان شما شدم و من را احترام نمودید به پاس این حرمت شما را عفو و دستور می دهم شما را جز سربازان و استقدام حقوق کاملی بدهند به شرط آنکه سوگند بخورید عهد نمایید که دیگر پیرامون دزدی نکردید. آن دو قسم خوردند که توبه نموده و دزدی ننمایند. شاه عباس هم به آنها منصب‌های عطا کرد تا به زندگی شرافتمندانه ادامه دهند. اگر بیداری و دوتا داستان را شنیدی امیدوارم که در ادامه خواب خوبی را تجربه کنی. شبتون بخیر.